کمیته تفتیشات روسیه ویدیو لحظه بازداشت یکی از افراد متهم به حمله مدهش به یک جوان 19 ساله در شهر الکترستال ولایت مسکو را نشر کرد. دو مرد روز 9 ایول سال 2023 در الکترستال تنها به سبب آنکه پریچوسکای یوری مکاروف به آنها نفوریده است، موی سر این جوان را یکجا با پوستش کنده گرفتند. در ویدیو نشر شده دیده می شود که کارمندان پلیس به یک منزل وارد شده نفر متهم را دستگیر می کنند. متهم اول در این جنایت ساکن 24 ساله جمهوری کومی ایلیا الکی یک روز بعد حادثه شام 2 ایول دستگیر شد و نفر دوم زاده تاجیکستان ظفر شب دوم به 11 ایول در شهر اوبنینسکی ولایت مسکو تقریبا 200 کیلومتر دورتر از جای حادثه به دست افتاد. هر دو را الکی به حبس پیشگی گرفتند. درباره شخصیت حملگران و انگیزه حملهشان به این جوان تفصیلات دیگر داده نشده است. طوری گفته می شود ظفر شهروندی روسیه را هم دارد. حمله به یوری مکاروف روز 9 ایول در کوچه سپارتیونیای شهر الکترستال در نزد حوض اوبوزی کریستال صورت گرفته است. این جوان که موی سرش را رنگ سبز کرده و به شکل ایروکز درست کرده بود، در کوچه به نزد ایلیا و ظفر آمده از آنها سیگار پرسیده است. آنها از پریچوسکای یوری مکاروف اظهار ناراضگی کرده او را با الفاظ قبیح تحقیر کردند و سپس پریچوسکای او را یکجا با پوست سرش بریده پرتافتند. در پی این هم حملگران و هم دوستان جبر دیده از جای حادثه فرار کردند. ماشین یوری تاجیلی را برای یوری مکاروف که در روی راه آغشته خون میخوابید راه گذران دعوت کردند. او حالا در بیمارستان تحت نظارت طبیبان قرار دارد. او گفته است که خودش را حالا خوبتر حس میکند. مکاروف هر دو حملگر را شناخته است. در رابطه با این حادثه بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی گروهی و قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی پرونده جنایتی گشودند. به حملگران برای این تا چند سال زندان تهدید میکنند. جریان تفتیش پرونده را دادستانی ولایت مسکو تحت نظارت خود گرفته است.